سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. همونطور که میدونید یکی از مهمترین مراحل و در واقع اون شروع پرقدرت مرحله اپلای کردن برای کار یا آوسبیلدونگ نوشتن رزومه هست. در واقع موتور محرک شما اینه که بلند شین، دست به قلم بگیرین و برای خودتون رزومه و انگیزه نامتون رو بنویسید. توی این ویدیو قصد دارم با یک سناریو ساختگی یک رزومه کامل بنویسم. سعی کردم این شخص فرضی که در نظر گرفتم خیلی مدارک متنوع و چیزایی که ممکنه شما توی رزومتون لازم باشه بنویسید رو داشته باشه که به اون قسمت از رزومه بپردازم و شما براتون یه نمونه باشه، یه دید دستتون بیاد که اوکی اگه من این سرتیفیکیت رو دارم کجای رزومه باید بنویسم. لطفاً اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، خیلی برای من مهم هست و چنل رو سابسکرایب داشته باشید به خاطر اینکه میخوام بعد از رزومه قطعا ویدیوی انگیزه نامه رو بذارم و همچنین پیدا کردن کار و آوسبیلدونگ توی آلمان رو براتون بذارم و در واقع توی این سری ویدیوها میخوام یه راهنمای کامل براتون بذارم که بتونین خودتون برای خودتون اپلای کنید و یک موقعیت کاری یا آوسبیلدونگ راحت پیدا کنید. من ویدیو رو الان روی تبلتم میگیرم، پس بریم که بنویسیم رزومه رو. اول از همه بگم که بچه‌ها برای نوشتن رزومه سلیقه هم به هر حال دخیل هست. یه نفر دوست داره یه قسمت رو یه جور دیگه بنویسه، یه نفر دوست داره یه جور دیگه بنویسه و در هر حال سلیقه هم دخیل هست. چیزی که من میتونم بگم رزومه‌ای که الان من دارم مینویسم یک رزومه صحیح هست، یعنی یک رزومه درسته. اما اگر جای دیگه دیدین چیز دیگه نوشتن، بعضی از کلمه ها رو جور دیگه نوشتن، بعضی از قسمت ها رو جای دیگه نوشتن، اونم ممکن هست درست باشه و نمیشه گفت که الان یا من اشتباه نوشتم یا اون رزومه اشتباه نوشته. بنابراین نسبت به اطلاعات انعطاف پذیر باشیم. هیچ وقت هیچ کس نمیاد بگه کلامی که من دارم میگم کلام خدا هست و این دیگه صحیح ترین رزومه هست که شما میتونید بنویسین. اما من میتونم ادعا کنم رزومه درستی رو دارم برای شما مینویسم و شما هم اگر اینجوری بنویسین رزومتون درسته. خب من تصمیم گرفتم که الان اینجا با قلم توی تبلتم بنویسم به خاطر که خیلی سریع‌تر پیش میره تا اینکه بخوام حالا توی در واقع ورد همه چیز رو تنظیم کنم. اما اگر ویدیو میخواین برای ورد، اونجا هم حتما بهم بگین که یه آموزش برای ورد بذارم. خیلی خوب، شما شروع میکنید برای نوشتن لبنزلاف. چی کار میکنید؟ ورد کامپیوترتون رو باز میکنید. چیزایی که من الان دارم دست نویس مینویسم رو شما تایپ میکنید توی ورد کامپیوتر. خواهش میکنم از نمونه رزومه های آنلاینی که وجود داره استفاده نکنید. واقعا یک صفحه ورد مثل همین صفحه که من الان دارم، یک صفحه خالی شما باز کنید و همین چیزایی که من الان دست نویس مینویسم رو تایپ کنید. خب این بالا اول می‌نویسین لبنزلاف، یعنی رزومه. بعد یکم پایین ترش می‌نویسین پرسونلیشه داتن، 2 نقطه، یه خط زیرش. این کارا رو با ورد خیلی راحت میشه انجام داد، اصلا نترسین حالا این خطر رو از کجا بیارم. اگر خواستین میگم یه کامنت بنویسین که من یه ویدیو برای ورد هم درست کنم. اینجا نامه که آقای مکس مولا، آدرس. بچه‌ها من جدیدن میبینم که میگن توی آدرستون اصلا آدرس رو ننویسید یا اسم کشورتون رو ننویسین که حالا از تون سیستم ATS رد بشید و در واقع رزومتون بررسی بشه. اول که اینجا همه چیز بر پایه صداقته و شما باید صادقانه تمام اطلاعاتتون رو بنویسید و اگر که کارفرمایی هست که مثلا
اون اول تصمیم گرفته که از کشور دیگه به جز آلمان رزومه نگیره، چه فرقی داره که همون من اول بفهمه یا اینکه حالا رزومه شما به صورت دستی بیاد زیر دستش، بهتون ایمیل بده، متوجه بشه، حتی به مصاحبه دعوتتون کنه و بعد اونجا متوجه بشه که شما تو آلمان نیستید. خب اصلا درست نیست. و بنابراین نظر من و خب متوجه شدن نظر خیلی های دیگه هم اینجوریه که ما باید آدرسمون رو بنویسیم و این حالتی که میگن اسم آدرستون، اسم کشورتون، اینا رو ننویسین که حالا رد نشید همون اول، رو من شخصا به نظرم انتخاب خوبی نیست. آدرستون رو مینویسید، آدرستون رو هم دقیق بنویسید. من از تجربه شخصی دارم میگم که کارفرمای من حالا همون حالت آلت مودیشی که داشت، مثلا یکم حالت سنتی که داشت، برام یه چیزی پست کرده بود بدون اینکه با خودم هماهنگ کنه و مثلا در نظر گرفته بود که من آدرسم رو توی رزومم درست نوشتم. یعنی چیزی هست که اینجا یه چیز نرماله، باید آدرس رو توی رزومه درست بنویسین، ولی من چون آدرس حالا توی ایران یکم طولانی تر هست کوتاه‌تر نوشته بودمش و این نامه اصلا به دست من هیچ وقت نرسید. بنابراین سعی کنین آدرستون رو تا جایی که میتونین درست بنویسین، حالا قسمت مختلفش رو بنویسین. اگر دیگه خیلی خیلی طولانی هست، نمیگم حالا 2 خط آدرس بنویسین، واقعا سعی کنین در همین حد کوتاه نگهش دارین، ولی یه جوری که درست باشه دیگه، یعنی آدرس الکی ننویسین. بعد اینجا تلفن نمره که پیش شماره رو می نویسین، مثبت 98 اگه از ایران هستین و تا حالا شمارتون رو هرچی که هست بنویسید. بعد حالا چند تا اطلاعات هست که دیگه الان امروزه میگن لازم نیست توی رزومه بنویسین، یعنی بستگی به خودتون داره. یکیش فامیلیانشتاند هست. فامیلیانشتاند یعنی اصلا نمیخواد بیاین اینو بنویسید جلوش 2 نقطه بنویسید لدیگ، این اصلا دیگه منسوخ شده، اصلا دیگه نمیخواد بنویسید. خب من جوری روش این رنگی میکشم. حالا اگر که مثلا بچه دارید، 2 تا بچه دارید، در واقع متأهلید و خب به هر حال کارفرما باید در جریان باشه که شما متأهل هستین و 2 تا بچه دارید، میتونید بنویسین. در واقع اگر لدیگ هستین اصلا نمیخواد بنویسین. اگر متأهلین و احساس میکنین واقعا مهمه، بنویسین توی رزومتون. گبورتس داتوم، اینم قبلا می نوشتیم ولی الان میگن دیگه اصلا لازم نیست بنویسیم. گبورتس داتوم مثلا اگر که واقعا احساس میکنین این یه مزیت هست، اگر توی آگهی نوشته که ما نیروهای زیر 25 سال میخوایم، که خب خیلی ممکنه کم پیش بیاد واقعا که بیان انقدر مستقیم تبعیض و تفاوت قائل بشن، ولی اگر احساس میکنین یه مزیت خاصی هست برای اون شغل که شما سنتون رو توی رزومتون بنویسید، خب بنویسید. در غیر این صورت اصلا لازم نیست همون اول گبورتس داتومتون رو بنویسید. خب گبورتس اورت اصلا نمیخواد اسم شهری که توش متولد شدین رو بنویسید، نمیخواد بنویسید تهران، شیراز، اصفهان فلان. خب این هم دیگه اصلا لازم نیست بنویسید. شما چیزایی که باید بنویسید حتمانی هستن، در واقع اسمتون، آدرستون و تلفن نمراتون هستش. خب ببخشید ایمیل رو یادم رفت بنویسم، اینو میارین پایین تر، این چیز قسمته که نمیخواد. اینجا حتما باید ایمیلتون هم بنویسین. خب ایمیل واقعا مشخصه دیگه که یه چیز مهم هست. ایمیلتون رو مینویسین. لطفا یک ایمیل رسمی، یک ایمیل در واقع پروفشنال داشته باشین. مثلا چه میدونم علی 44 نباشه ایمیلتون، علی 44@gmail، این اصلا ایمیل خوبی نیست. به هر حال شما دارین برای یک قاره دیگه اصلا اپلای میکنید اگر از ایران هستین و باید سعی کنید همه چیز توی حالت پروفشنال خودش باشه. و این قسمت پرسونالیش داتن الان من کوچیک‌ترش کردم، این جلو چی میاد؟ عکس شما میاد، یه عکسی که اخم ندارین، بد اخلاق نیستین، پشتتون گل و گیاه نیست، پشتتون پای همسایه نیفتاده، نمیدونم یه تیشرت مثلا ساده تنتون نیست. خب یه عکسی باشه که یکم پروفشناله، یه پیرهن خوب، یه موهاتون مرتب باشه، پشتتون ساده باشه، بذارین توی رزومتون. بعدش شما این قسمت پرسونالیش داتن که یکی بود،
قسمت بعد رزومه بستگی داره که شما الان 2-3 سال چند سال، در واقع چند سال که نه، سال گذشته آقا شما کار میکردین یا درس میخوندین. اگر کار میکردین خب اینجا الان باید اطلاعات کارتون رو بنویسین. خب این قسمت اطلاعات کار رو مینویسیم. اگر درس میخوندین خب اینجا اطلاعات مدارک تحصیلی و درستون رو می‌نویسیم. پس این که این قسمت بعد از پرزنتیشن داتن چی بنویسیم بستگی به این داره که شما سال گذشته داشتین چی کار می‌کردین. برای مثال من حالا در نظر میگیرم که داشتین این سال گذشته درس می‌خوندین، ولی خب سابقه کارم گفتم داره این نمونه‌ای که حالا میخوام بنویسم و میاد یکم پایین‌تر نوشته میشه. اگر شما سابقه کار داشتین تو سال گذشته، اول اون قسمت سابقه کار رو بنویسین. خب من اینجا می نویسم بیلدونگز، یکم بزرگترش میکنم، بیلدونگز وگ. همونجور که گفتم نوشتن رزومه یکم سلیقه‌ای هست. ممکنه اینجا کسی به جای بیلدونگز وگ چیز دیگه بنویسه. برای مثال بنویسه بیلدونگ، اونم درست نوشته اگه کسی رزومه رو اینجوری می نویسه، یا چیزای دیگه. خب شما بعدش یه خط اینجوری زیرش میکشین، دقیقا مثل اون بالا که اینجوری خط کشیدیم، و از جدیدترین تحصیلاتتون شروع میکنید. همیشه جدیدترینا، مثلا از 10/2023 تا اکتوال، یعنی تا الان. خب 10/2023 ماه و سال رو می نویسین، ماه و سال. خب یعنی ماه از دست از سال خالی ننویسین، به خاطر اینکه یک سال خودش 12 ماهه، خیلی بازه زیادیه، پس باید ماه و سال رو بنویسین. برای مثال برای مثال اینجا شما می نویسین مثلا الان داشتی لیسانس تو انجام می دادی، درسته؟ اشتودیوم، اسم رشته که داشتی انجام دادی. برای مثال مکس مولای ما رشتهش مهندسی عمرانه، باو انجینیور وسن، انجینیور. اسم رشته‌تون رو لطفاً از چت جی پی تی بپرسین، از توی گوگل سرچ کنید، خب که ببینین اسم رشته شما به آلمانی چی میشه. اسم رشته‌تون، اشتودیوم هم که نوشتین، اسم دانشگاهتون مثلا آزاد اونیورسیتت تهران، که حالا این اسم دانشگاهتون رو، این قسمتی که دارم میگم رو، اگر که شما مثلا دانشگاه آزاد نیستین، دانشگاه دولتی هستین یا دانشگاه فنی حرفه‌ای هستین، هر چیزی که هست شما مدارکتون رو به هر حال دادین ترجمه دیگه، میخواین موقع اپلای کردن رزومه، انگیزه نامه و ترجمه مدارک تحصیلیتون رو بفرستین، درسته؟ توی ترجمه مدارکتون نگاه میکنید ببینید که این خانم یا آقای مترجم برای شما دانشگاهتون رو چی ترجمه کرده و طبق همون ترجمه‌ای که بهتون دادن این قسمت توی رزومتون می نویسید. مثلا حالا دانشگاه آزاد آسونه، من نوشتم آزاد اونیورسیته، ولی اگر شما دانشگاه فنی حرفه‌ای بودین، دانشگاه غیر انتفاعی بودین، چون انواع اقسام دانشگاه‌ها تو ایران داریم ما، شما نگاه می‌کنید ببینید مترجم به شما چی تحویل میده، که آقا کسی میاد رزومه شما رو میخونه، مدارک بعدتون هم چک میکنه، گیج نشه. اون آدم بیکار نیست بیاد تمام سیستم‌های دانشگاهی ما رو چک کنه، متوجه بشه که حالا شما منظورتون از چیزی که اینجا نوشتین همون غیر انتفاعی هست که مترجم یه چیز دیگه نوشته. میدونید؟ به خاطر همین همه چیز کاملا شفاف باشه. شما باید ترجمه مدارکتون رو نگاه کنید. دارم دوباره تکرار میکنم، ترجمه مدارکتون رو نگاه میکنید ببینید مترجم چی نوشته و رزومتون رو طبق اون مینویسید. اینجا اسم دانشگاهتون، نوع دانشگاهتون رو میخواین بنویسید، طبق ترجمه مترجم مینویسید. خب بعد اگر که مثلا شاخه خاصی بوده میارین مثلا سپتیالیزیرونگ فلان، اینم دوباره طبق ترجمه مترجم. شما وقتی مترجم مدرک رو میده دستتون، خب باید نگاهش کنید، پیدا کنید ببینید. مثلا اگر که شما، حالا من خیلی راجع به عمران اطلاع ندارم، مثلا اگر شاخه سازه های بتونی بودین، اون چی نوشته واسه شما و اون رو اینجا بنویسید. بعد شما باید نمرتون رو بنویسید، نمره معدلتون، آبشلوس نوت
مثلا آبشلوس نوتتون شده 2 و 3. هر چی که هست باید بنویسید. اگر که حالا شما نمیدونید که تحصیلاتتون رو بگین یا نگین، آقا مثلا شما میگی من مستر دارم، میخوام الان برای آوسبیلدونگ توی آلمان اقدام کنم، اگر که شما بخواین این رو حذف کنین از رزومتون و تحصیلاتتون رو توی رزومه ننویسین، خب براتون گپ ایجاد میشه. گپ چی هست؟ یعنی یک جای خالی توی رزومه. چون شما الان میاین قسمت بعدی مثلا مینویسین من از هفته 2021 تا 8 2022 مثلا چی بودم؟ پیش دانشگاهی بودم. اگر که شما این قسمت رو ننوشته باشین، خب اگر که این قسمت رو ننوشته باشین، کارفرما یه نگاه بکنه متوجه میشه، میگه از 2022 تا 2023 تا الان که 2025 هستین چی کار میکرده؟ من توی رزومش نمیبینم، هیچ اطلاعاتی به من نداده. و این یک گپ هست که شما باید توی انگیزه نامتون این گپ رو پر کنین، توجیه کنین. مثلا بگین آقا من داشتم زبان میخوندم، من فلان بیسار. باید دیگه حالا بستگی داره که حالا ویدیوهای انگیزه نامه رو بعداً درست میکنم، الان خیلی این ویدیو طولانی میشه. بعد از استودیومتون مثلا از هفته 2021 تا هفته 2022 شما پیش دانشگاهی رفتین، مثل اون سیستم قدیمی که بوده. شما می نویسین چی؟ استودین کالج آبشلوس. من این استودین کالج آبشلوس رو از کجا میدونم پیش دانشگاهی میشه استودین کالج آبشلوس؟ از ترجمه‌ای که مترجم داده دستم، که کارفرمایی که میاد مدارک من نگاه میکنه، رزومه‌مو نگاه میکنه، گیج نشه. اسم مدرسه استودین کالج سنتروم. از کجا من نوشتم استودین کالج سنتروم؟ مثلا علامه برای مثال. آقا نمیدونم از کجا نوشتم. به فارسی نمی‌نویسید آقا، می‌نویسین علامه مثلا. خب استودین کالج سنتروم از کجا من میدونم پیش دانشگاهی میشه؟ طبق ترجمه‌ای که مترجم بهم داده نوشتم. خب نمیام بنویسم پیش دانشگاهی. من نوشتم اینجا تو رزومم پیش دانشگاهی، مدارکی که واسش فرستادم مترجم نوشته استودین کالج سنتروم. خب نمیفهمه بنده خدا، انقدر بیکار نیست بیاد سیستم‌های آموزشی ما رو چک کنه، تو گوگل ترنسلیت چک کنه ببینه اینا چیان اونا چیان. اصلا خیلی راحت. اصلا ببینید 30 ثانیه، توی 30 ثانیه رزومه شما رو میذاره کنار. استودین کالج سنتروم علامه، طبق ترجمه مترجم علامه. و آبشلوستون چیه؟ مدرکتون آبشلوس آبشلوس این اکسپریمنتال ویسنشافت، یعنی تجربی. از کجا میدونم تجربی میشه اکسپریمنتال ویسنشافت؟ از ترجمه مترجم. به همین راحتی دقیقا همین چیزی هست که شما نمیدونید، میرید سختتونه، میگید وای حالا پیش دانشگاهی رو چی بنویسم، وای حالا من چه میدونم مؤسسه فنی حرفه‌ای رو چی بنویسم توی مدرک توی رزومم، و میری خدا تا من پول میدی به مؤسسه های مهاجرتی، بهت میگن برو ترجمه مدارکتو بگیر، مدارکتو بده ترجمه، بیار تحویل ما بده تا واسط رزومه بنویسیم. چیکار میکنه؟ روی ترجمه مدارکت نگاه میکنه، میفهمه که آقا مؤسسه فنی حرفه‌ای رو چی بنویسه. خب و طبق مثال قبلی اینجا آبشلوس نوتتون رو مینویسید. آبشلوس نوت 2 1 دهم. ببخشید مثلا 1 و 2 دهم دیگه، حالا مثلا شده این 18 19. خب از هفته 2019 تا 6 2021 شما داشتین چی کار میگرفتین؟ دیپلمتون رو میگرفتین. دیپلم چرا می‌نویسم آبیتور؟ چون که مترجم توی ترجمه مدارک من نوشته بود واسم آبیتور. اوبرشوله یعنی دبیرستانه، که اینم دوباره طبق ترجمه مترجم. ممکنه شما رفتین هنرستان. خیلی از بچه‌ها هستن رفتن هنرستان رشته کامپیوتر، حالا براش سخته که ببینه هنرستان رو چی بنویسه. آقا مترجم این کارو برات انجام داده. مثلا اوبرشوله علامه دوباره بودم، برای مثال من که نبودم، این چیز آقای مکس مولا بوده. آبشلوس این اکسپریمنتال ویسنشافت، دوباره تجربی بوده. دیپلمش هم اکسپریمنتال
Wissenschaft. خب حالا مثاله بچه ها، این من سعی میکنم یکم تون بنویسم. Abschlussnote که شما لب به کلامو بگین، اصل قضیه رو دستتون بیاد. Abschlussnote 1 مثلا 1 دهم. خب بعد از این شو قسمت بیلدونگزوگتون که گفتم اول از اکتوئل ها شروع میکنید، بعد برمیگردین به عقب و تا دبیرستانتون کافیه. خواهشاً نیاین تا مثلا مهد کودکتون بنویسین، اصلا لازم نیست. تا جایی که دبیرستان رفتین کافیه. من احساس میکنم این ویدیو خیلی داره طولانی میشه، به خاطر همین تبدیلش میکنم به 2 قسمت. این قسمت اول باشه برای تا قسمت تحصیلات، قسمت کارآموزی‌ها و بقیهش رو توی ویدیو بعدی میذارم. اگر که از ویدیو خوشتون اومد تا اینجا لطفاً حتما لایک کنید که من یه فیدبک بگیرم. هر سوالی دارین رو برام بنویسین. اگر ترجمه مترجمتون رو متوجه نمیشین، هر سوالی دارین توی کامنت ها بنویسید و همین دیگه. کانال رو هم سابسکرایب داشته باشین که ویدیو بعدی رو از دست ندین. مواظب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.